ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби сеюм, гуфтори 55. طوری که تاریخ ثابت می سازد در آخر عصر 19 و آغاز عصر 20 ملت تاجیک بنابر عامل‌های زیاد در مرحله نهایت حساس و خطرناک تاریخ خویش قرار داشت. بخصوص در جریان یک عصر آخر ملت تاجیک دوره پر از تضاد و مبارزه های پرفاجعه را پس سر نموده سه زینه انکشاف دولت و دولتداری و راهی سخت و سنگینی رسیدن به استقلالیت ملی را پیموده است. انتهای دوره دولتداری امارت بخارا، تأسیس یابی جمهوری مختار تاجیکستان در هیئت اتحاد شوروی و نهایت اعلام شدن جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان و نوسازی و احیای دولتداری ملی. تأسیس یابی جمهوری مختار شوروی تاجیکستان در قلمرو بخارای شرقی صرف نظر از اشتباهات تقسیمات مرزی و محدود کنی حقوق خلقیت‌های تاجیک تبار کشورهای همسایه برای پیوستن ملت تاجیک بر ریشه‌های کهن تاریخی و تشکل شکل نوی دولت و دولتداری آنها مساعدت نمود. دایره‌ها و گروه‌های منفعت‌دار نه فقط اصالت و هستی تاریخی تاجیکان را از جهت ایدئوی و سیاسی بدقصدانه انکار می کردند، بلکه با همدستی و مساعدت فعال یک طایفه فرزندان ناخلف خلق ما می کوشیدند که ملت تاجیک همچون ملت اصیل و صاحب وطن مبتلای فراموشخانه تاریخ گردد. در چنین دوران تقدیرساز استاد صدرالدین عینی وارد صحنه پیکار مقدس ملی شد که مبارزه جسورانه و فعالیت خردمندانه فرهنگی و معنوی، سیاسی و اجتماعی و غایوی و ادبی او در اصل کارنامه بزرگ ملی و سهم شایسته در تامین استقلال وطن در این مرحله تاریخی بود. در کار مقدس تامین حقوق و منفعت‌های تاریخی تاجیکان همچنین ابوالقاسم لاهوتی و باز یک گروه زیاییان وطن پرست سهم ارزنده دارند. با وجود مشکلات و مانعه‌های زیاد، چندی از شخصیت‌های سیاسی و حزبی علل خصوص شیرین شاه تیمور و نصرت الله مخصوم به خاطر تأمین منفعت‌های تاجیکان و تاجیکستان تلاش فعالانه ورزیدند که همه این در مجموع به تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان در سال 1929 مساعدت نمود. روندهای مرکب و شدید سالهای 30 و 40 عصر 20 به تقدیر ملت ما تأثیر عمیق و پرتضاد داشته، سببگار قربان گردیدن آدمان زیاد، بخصوص زیاییان و روشنفکران و مهاجر و بیوطن شدن ده ها هزار تاجیکان، کاهیدن مقام اصالت و فرهنگ و سنت و عنعنه‌های ملی گردیدند. از جانب دیگر
تشکل ساختارهای گوناگون از قبیل ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به طور ناگزیر سطح معرفت و خودشناسی اجتماعی را تدریجاً بالا می برد که این روند ضرورت شناخت تاریخی و ملی را تا رفت جدی‌تر پیش می گذاشت. این تقاضای تاریخ را فرزند فرزانه خلق تاجیک باباجان غفورف عمیقاً درک کرد و آن را عاقلانه عملی ساخت. او در مقام راهبری اولی تاجیکستان برای تقویت ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و معرفتی و فرهنگی کشور تلاش هدفمند و موفقانه نمود که تعریف تاریخ مختصری خلق تاجیک و به خصوص شاه اثری تاریخی تاجیکان از جمله خدمت‌های بزرگ و بی سابقه اش می باشد. آثار او سنت تاریخ نگاری معاصر تاجیک را عملاً بنیادگذاری نمود که هدف اصلی آن شناخت حقیقی سرنوشت مردم در اساس سرچشمه و منبع‌های اصیل و کاربرد وسیله‌های تحقیق علمی اکادمی با وجدان صاف و اخلاق پاک علمی می باشد. این سنت بازگو می نماید که ما تاجیکان هیچ گونه نیاز به تحریف آگاهانه تاریخ سازی، بزرگ تراشی و پدیده های دیگری غیر علمی نداریم. ما خود صاحب آنچنان تاریخی پرغناوت و درخشان هستیم که حتی شناخت نسبی آن مجسمه گویا و واضح ملت ما را در عرصه تمدن جهانی پدیدار می سازد. من این نکته را به آن خاطر تأکید کردم که در روزهای ما آثاری به نام تاریخی پدید می آیند که با این سنت بزرگ سازگاری ندارند و حتی مخالف واقعیت و اخلاق علمی می باشند. تاریخ 70 سال همزیستی در هیئت اتحاد شوروی یک پاره فراموش نشونده احیای استقلالیت و دولت و دولتداری ما در فضای نوی سیاسی بوده. با وجود محدودیت‌هایش جمهوری مختار تاجیکستان را به سوی اقتصاد پیشرفته جهانی، تکنیک و تکنولوژی مکمل و معرفت والای زمانوی هدایت کرد. طبیعی است که نظام موجوده حاکمیت شوروی محدودیت‌های آشکاری خود را داشت و در چهارچوبه نظام آن با حسن تدبیر و ارادت و تلاش پیگیرانه تقویت بیشتری نیروهای استحصالی، اقتصادی و تکنولوژی امکان پذیر بودند. اما ساخت موجوده شوروی با وجود پیگیری عدالت اجتماعی، حقوق خلقیت‌های قلمروش را عاید به خود معین کنی ملی تا حد تأسیس دولت مستقل اعلام داشته باشد هم در اصل روندهای سیاست یگانه عمومی دولتی، اقتصادیات و اجتماعیات متمرکز و تشکل فضای یگانه رابطه های ملی و فرهنگی را پیاده می کرد. در عین حال برای تکمیل عنصرهای دولتداری ملی و نفوذیابی ارزش‌های ملی به طور آشکار و نهان مانعها ایجاد می نمود. چنانچه در حدود جمهوری‌های ملی سوبیکت‌های حاکمیت دولتی و اداره کنی وجود داشتند که عملاً تابع حاکمیت مرکزی بوده، حتی به حاکمیت عالی جمهوری‌های موجوده اطاعت نمی کردند. سیاست اقتصادی و بنیاد کارخانه‌های عظیم صناعتی نیز با وجود بسیار افضلیت‌هایش به منفعت‌های عالی ملی و استقلالیت دولتی سازگار نبود. این کارخانه‌های عظیم عملاً تابع مرکز بوده، با نظام اقتصادی جمهوری ارتباط قوی نداشت
سیاست اینفراستروکتور کمونیکاسیونی جمهوری نیز از روی منفیت‌های مرکز کاربست می‌شد. مثلا در دوام 6 ماه زمستان 2 ولایت بزرگی مملکت بدخشان و لینی‌آباد عملاً با پایتخت و مرکز جمهوری راه مساعدی رفت و آن نداشتند. در بخش کشاورزی باشد و پختکاری افضلیت دهند هم در کارخانه‌های صناعتی سبوکی کشور قسمی کمی پخته کار کرد میشد. حتی در 2 ولایت کلان، ولایت قرغان تپه و ولایت کولاب که 60% پخته مملکت را استحصال می کردند، یگان فابریکه مجهز بافندگی فعالیت نمی کرد. اینچنین با بهانه حمایه منفعت‌های عمومی دولتی و عمومی حزبی، دایره منفعت‌های ملی محدود گردیده، وکالت و عهده‌داری‌های طرفین در روی کاغذ می‌ماند. علل خصوص احترام گذاشتن به تاریخ و فرهنگ ملت، زبان ملی، عرف و عادت و دیگر رسم و آیین‌های اجدادی کاهیده جای آن را تنتنه رسمیت‌های حزبی و آیین‌های شخص پرستی می گرفت. این عامل‌ها تدریجاً باعث پدید آمدن بحران عمیق اجتماعی در جامعه ما گردیده. دیرتر میل‌های مرکزگریزی و استقلال خواهی را پدید آوردند. علل خصوص مرحله بازسازی، برآورد استقلال خواهی و ظهور حرکت‌های ملی تکان جدی بخشیده. تفکر مرکزگرایی رو به تنزل می نهاد و موج اصلاحات خواهی اوج می گرفت. در صف پیش حرکت‌های استقلال خواهی و جنبش‌های ملی در جمهوری ما طبیعی است که ضیاعیان و دیگر طبقه‌های فعال جامعه قرار داشتند. دایره ضیاعیان، علل خصوص ضیاعیان ایجادکار که از مرکزیت یابی مناسبت‌ها، کاهیدن رابطه با کشورهای خارجی همزبان و همجوار، فشاری چهارچوبه ایدئولوژی، گسترش فضای سنزوروی و دیگر مانعهای بیوروکراتی ناراضی بودند و زیدن نسیم بازسازی را خوش پذیرفتند. تلاش هایی که طی سالهای 80 در اطراف زبان تاجیکی و میراث فرهنگی صورت گرفت، در دوره بازسازی جنبش های خودشناسی ملی را قوت بخشید. این حقیقت به خصوص در دوران بازسازی و تحولات تاریخی و انقلابی به آن پیوند واضح تر گردید. محض در همین دوره امکانیت تاریخی همبستگی و اتحاد تمام نیروهای فعال جامعه و همه مردم برای نائل شدن به هدف عالی و مقدس ملی استقلال تاجیکستان فراهم آمد. در مرحله تلاش برای مقام دولتی زبان تاجیکی تقریباً افکار عمومی ملی بالا گرفته عامل اساسی و مهمترین قبول قانون تاریخی زبان شد. استقلالیت دولتی جمهوری های شوروی از جمله تاجیکستان رسما بعد تأسیس یافتن اتحاد 3 جمهوری اسلاویانی، جمهوری بلاروس، اوکراین و فدراسیون روسیه ابتدا گرفته به پراکنده شوی امپریای ابرقدرت شوروی و فرارسیدن مرحله نوی تاریخی راست آمد. روند فرارسی استقلالیت دولتی و خود را جمهوری مستقل و سوبیکت کامل حقوقی مناسبت‌های بین الخلقی اعلان نمودن تاجیکستان از روی رسمیت به دیگر جمهوری‌های تازه استقلال شباهت داشته باشد هم، جریان من بعد آن دیگرگونی‌های جدی، علل خصوص مقاومت و اختلاف‌های شدید اجتماعی و نهایت جنگ تحمیلی شهروندی را به بار آورد. متاسفانه این امکانیت بزرگ تاریخی در سطح مطلوب
استفاده نشد و باعث سرزدن تظاهرات و مقاومت‌های شهروندی گردید. نیروهای نوظهور سیاسی در فعالیت عملی خود به زیاده روی، سیاسی سازی مشکلات جامعه، بعضاً رادیکالیسم و اعمال خرابگرای سیاسی راه می دادند و برای رضایت همگانی عموم خلقی و وحدت ملی تلاشی ضروری نداشتند. در چنین مرحله حساس و تقدیرساز 9 سپتامبر سال 1991 استقلال سیاسی و دولتی کشوری عزیزمان رسما اعلان شد. این یکی از واقعه بزرگترین در تاریخ پرشیب و فراز خلق ما بود، زیرا امکان عملی تأسیس دولت آزاد و مستقل ملی بعد 100 سالها از نو فراهم گردید. هم حکومت، هم مخالفین سیاسی و هم نیروهای دیگری حزبی و اجتماعی عمیق درک کردن نتوانستند که هدف استقلال برتر و والاتر از هدف و منفعت‌های سیاسی، گروهی و شخصی بوده برای تمام ساکنان مملکت و خرد و بزرگ ملت ارزشی مقدس و تبادل ناپذیر است. گذشته از این، به نظر نگرفتن مضمون اصلی و ماهیت روندهای نهایت مرکب منطقوی و بین المللی، به خصوص هدفها و غرضهای دایره‌های معینی بعضی دولت‌های خارجی نسبت به تاجیکستان، به واقعیت مدهشی سرنوشت ما آورده رساند. اسناد و مواد دسترس بیانگر آنند که دایره‌های معینی منفعت دار اندیشه بسری ملت ما تحمیل کردن ایدئولوژی بیگانه را داشتند. بعضی دیگرشان نقشه های تقسیم و تجزیه نمودن کشوری عزیز ما را کشیده، با همدستی بعضی افراد قدرتخواه و خیانت پیشه حتی به تطبیق عملی آن کوشش ها به خرج می دادند. ادامه جنگ به این هدف های شوم مساعدت می کرد. خطری به قسم ها جدا شده از بین رفتن دولت تاجیکان و پراکنده گشتن ملت تاجیک در عین زمان درک والایت استقلالی وطن و چشیدن شهد غریبی از جانب مردم کشور، مخالفین سابق و اکثر نیروهای سیاسی راه سازش و مذاکرات آسایشته را به سوی رضایت سیاسی و وحدت عموم ملی کشاد. حیات درستی این راه را اثبات کرد. از برکت صلح و ثبات ما توانستیم مقامات و ساختارهای فلج شده حاکمیت دولتی را از مرکز تا محلها برقرار سازیم. در یک مدتی کوتاه زیاده از 1 میلیون نفر گریزه ها را به جای زیست دائمیشان برگردانیم و به آباد کردن خرابه های جنگ آغاز نماییم که تاریخ چنین کار را کم در یاد دارد. رشد معنویات ملت و پایداری و شکوفایی دولتی ما در طول 8 سال پس از امضا شدن سند سازشنامه آشتی ملی و استقرار صلح خیلی وسعت یافت و در ذهن و شعور مردم ما ارزش‌های ملی جای خاصه را اشغال کردند. با شرافت استقلالیت دولتی ما امکان پیدا کردیم که با تاریخ ملت کهن بنیاد خود بهتر و بیشتر آشنا شویم. ریشه های تمدن گذشته را جستجو کرده آن را برای تحکیم وطن دوستی و خودشناسی، افتخار ملی مردم و تقویت پایه های دولت صاحب استقلالمان استفاده بریم. جشن های استقلالیت دولتی، نوروز باستانی، روز وحدت ملی و جشن های عمومی خلقی تبدیل یافتند.
اینچنین صاحب پرچم، نشان دولتی، سرود ملی، ارتش ملی، قوه های سرحدی، پول ملی و عضو کامل حقوق سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، سازمان کنفرانس اسلامی و ده‌ها سازمان‌های با نفوذ بین المللی مالیوی گردیدن تاجیکستان از دستاوردها و ارزش‌های مقدس دوران استقلالیت بوده، رمز تنتنه دولتداری ملی و به جهان متمدن پیوستن کشوری عزیز ما می باشد. ذکر نمودن به مورد است که در شرایط روندهای جهانی شدی باید خلق و ملتها سیمای معنوی ملی از جمله ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی خود را حفظ کرده توانند. این تقاضای حیات و وظیفه مقدسی هر ملتی آگاه و صاحب فرهنگ می باشد. چنان که گفتیم در تاریخ تمدن بشری بسیار خلقها و قومهای گوناگون بنابر نگاه داشتن نتوانستن اصالت خود با خلقها و ملتهای بزرگ و تواناتر آمیخته هستی زبانی و فرهنگی خود را گم کرده عاقبت از بین رفتند. برای ایمن ماندن از این خطر تفکر سالم ملی را انکشاف دادن، در مقابل هر گونه تهدیدهای جهانی ارزش‌های ملی خود را حفظ کردن، وحدت ملی را تحکیم بخشیدن، امنیت و آرامی کشور را تأمین نمودن، سطح آگاهی مردم خصوصا جوانان را بلند برداشتن از جمله کارهای دائمی و زحمت طلب سیاسی و فرهنگی همه ما می باشد. دوره نوین دولت سازی و دولتداری خلقمان به ما رسیدن به قدر و قیمت استقلالیت و دولت ملی را آموزانده به کلی تغییر دادن مناسبت‌های موجوده جامعه و استفاده و تطبیق مناسبت‌های نوی اقتصادی و اجتماعی را به میان گذاشت. نائل گشتن به استقلالیت دولتی ما را وادار ساخت به تشکل اقتصادیات ملی، ساختارهای نوی اداره کنی آن و تهیه و تطبیق قانونهای شروع نماییم که گسترش مناسبت‌های بازرگانی مساعدت می کنند. در نوبت اول پیش گرفتن راه اصلاحات اقتصادی، دیگرگون نمودن شکل مالکیت و تکامل دادن نظام متمرکز استحصاری و اداره کنی دوران شوروی می ایستاد که کل امکانیت‌های اعضایان جامعه را محدود ساخته از نظام یک قطبه دستگاه دولتی وابسته بود. برای اداره اقتصادیات ملی تاجیکستان صاحب استقلال ساختار نوی حکومت تأسیس یافته، قانونها و دیگر سندهای معیاری و حقوقی که همه سمتهای مناسبتهای اقتصادی بازاری را تنظیم و روندهای اصلاحات را در همه ساحه‌های حیات معین می نمایند قبول و عملی گردانیده شدند. زینه اولی اصلاحات اقتصادی اصلاحات ساحه کشاورزی بود که آن از طریق دادن زمین به دهقانان و خواجگی‌های دهقانی آغاز یافت. جاری نمودن نرخ‌های آزاد در بازار استعماری، به اختیار کشاورزان واگذاشتن استحصال و فروش محصولات، دخالت نکردن دولت به فعالیت خواجگیداران انفرادی، جلب ساختن قرض‌های امتیازناک، کمک‌های بی‌بازگشت، میکرو کردیت‌ها و اینوستیسی‌های خارجی تا اندازه برای پیشرفت ساحه کشاورزی و رشد صاحبکاری کمک رساندند. اینجا تأکید کردن ضرور است که
قبول فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تقسیم 75,000 گیکتار زمین به مردم جهت تأمین اهالی با محصولات کشاورزی، نجات ساکنان کشور از خطر گرسنگی و پیش گرفتن استقلالیت آذوقوی مملکت تدبیر نهایت جدی و سری وقتی گردید. وظیفه های دیگری که در نزد جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان می ایستاد، این رهایی یافتن از اشکال یک خطبه اقتصادی متمرکز دولتی، راه گشادن به فعالیت معتدل شکل‌های گوناگون مالکیت، تشکل و تنظیم سیاست اقتصادی بازرگانی، وارد شدن به مجرای بازار جهانی و از خود نمودن نظام خاصه آن بود. زیرا نائل گردیدن به استقلالیت دولتی در برابر اصلاحات سیستم سیاسی جامعه گشادن راهی وسیع و مساعد را برای انکشاف همه‌جانبه اقتصادیات و رشد ساحه اجتماعی تقاضا می نمود. در طی سالهای سپری گشته جاری کردن نوعهای گوناگون مالکیت، شکل‌های مناسبتری تشکیل خواجگیداری، پیش گرفتن سیاست خصوصی گردانی مالکیت دولتی، به معاملات برآوردن اسعار ملی، آزاد نمودن نرخ‌ها، بنیاد کارخانه‌های مشترک، با منفعت‌های ملی هماهنگ ساختن رابطه‌های اقتصادی خارجی، جاری کردن سودای آزادی بیرونه و حل افضلیتناک مسئله‌های اجتماعی امکانیت دادند که برای رشد استوار اقتصادیات تاجیکستان مستحکم نمودن پایه‌های دولتداری و تحکیم دستاوردهای استقلالیت قدم‌های استوار گذاشته شوند. رشد اقتصادی بازاری، یعنی به نبض اقتصادی جهانی همصدا شدن نبض اقتصادیات تاجیکستان، راه درست انتخاب نموده مردم کشور است که برای رسیدن به درجه کامل انکشاف آن با زحمت زیاد کشیدن لازم می آید. حالا حکومت تاجیکستان در همه سمت‌های اصلاحات اقتصادی چاره‌بینی‌های مشخص را به خاطر بیمیلان رواج دادن مناسبت‌های بازرگانی پی هم عملی گردانده ایستاده است. در آینده نزدیک وظیفه‌های سرعت بخشی دگرگونسازی‌های ساختاری اقتصادیات و ساحه‌های گوناگون آن، فراهم آوردن شرایط مساعد برای انکشاف عنصرها و تشکل اینفراستروکتور بازار، جاری نمودن مناسبت‌های سودمندی بین استحصال کننده و استعمال کننده، تقسیمات عادلانه درآمدهای جمعیتی و حل پرابلم‌های اجتماعی اهالی در پیشاروی ما ایستادند. با نظر داشته آنکه شماره اهالی کشورمان با سرعت نسبتاً بلند افزایش یافته ایستاده است و طبق دورنما آخر سال 2006 به 7 میلیون نفر می رسد، مسئله از خود نمودن زمین‌های بیکار خوابیده و استفاده ثمرناک آنها امروز نهایت مهم گشته است. شنونده های گرامی، شما گفتار 55 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، تاجیکان در آینه تاریخ، از اوریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقور، کارگردان شیرعلی نوزلی. پایانی گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.